بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده مهربان. قاف والقرآن المجید. قاف، سوگند به قرآن ارجمند که رستاخیز آمدنی است. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب. مشرکان از اینکه هشدار دهنده ای از میان خودشان به سراغشان آمده است ابراز شگفتی می کنند و میگویند ماجرای عجیبی است. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. آیا هنگامی که مردیم و خاک شدیم دوباره برانگیخته خواهیم شد؟ این بازگشتی بعید است. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بی تردید ذراتی که زمین از بدن آنان میکاهد همه را میدانیم و کتابی نگاهبان در اختیار داریم که هرچه بر آنان مقدر گشته در آن ثبت است. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مریج. وقتی که قرآن یعنی کلام حق بر آنان رسید تکذیبش کردند، پس در حالت سرگردانی و پریشانی هستند و درباره قرآن حیرانند. افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. آیا کافران آسمان را بر فرازشان نمی نگرند که چگونه آن را برافراشتیم و زیور ستارگان آراستیم و عاری از هر گونه نقص و خلل است؟ والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. و زمین را گستردیم و کوههای ثابت در آن پی افکندیم و از هر نوع گیاه زیبا و شادی انگیزی در آن رویاندیم. تبصرة و ذکرى لكل عبد منیب. آنها را آفریدیم تا برای هر بنده توبه‌کار موجب بینش و پند باشد. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. و از آسمان بارانی پربرکت فرستادیم و با آن باغهای میوه و مزارع دانه‌های درو کردنی رویاندیم. والنخل باسقات لها طلع نضید. و درختان سرکشیده خرما با خوشه های برهم نشسته. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. برای روزی بندگان به وسیله آن باران سرزمین خزان زده و خشک را حیات بخشیدیم. خروج از قبرها در قیامت نیز همین گونه است. كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود. پیش از آنان نیز قوم نوح و اهالی رس و قوم ثمود پیامبرانشان را دروغگو شمردند. وعاد وفرعون واخوان لوط. و همچنین قوم عاد و فرعون و قوم لوط. واصحاب الایکة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعید. و اهالی ایکه و قوم تبع، هر یک از آنان پیامبران الهی را دروغگو شمردند،
پس وعده عذاب من بر آنان تحقق یافت. افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید. آیا ما در آفرینش نخستین فرو ماندیم تا از بازآفرینی آن عاجز باشیم؟ هرگز، بلکه آنان از آفرینش جدید در حیرت و تردیدند. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب الیه من حبل الورید. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های ضمیرش آگاهیم و از شاهرگش به او نزدیکتریم. اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعید. هنگامی که دو فرشته که بر سمت چپ و راستش مراقب نشسته‌اند رفتارش را ثبت می کنند. ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. هر سخنی که بر زبان می آورد در کنارش فرشته مراقبی آماده است. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحید. سختی های مرگ به راستی در رسید. ای انسان غافل، این همان چیزی است که از آن می گریختی. و نفخ فی الصور ذلك یوم الوعید. و برای دومین بار در سور دمیده می شود و قیامت برپا می گردد. آن روز روز تحقق وعده عذاب است. و جاءت كل نفس معها سائق و شهید. و هر کس در حالی که دو فرشته همراهیش می کنند به عرصه محشر می آید. یکی راه را می نمایاند و دیگری بر اعمالش گواه است. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. به او گفته می شود تو از این روز در غفلت بودی و ما با عذاب دوزخ پرده غفلت را از مقابلت برداشتیم. اکنون دیده ات تیزبین شده است. وقال قرینه هذا ما لدی عتید. فرشته همنشین وی میگوید این همان نامه اعمال اوست که نزد من آماده است. القیا فی جهنم كل کفار عنید. الله به آن دو فرشته خطاب می کند هر ستیزجوی حق ستیزی را در دوزخ بیفکنید. مناع للخیر معتد مریب. هر مانع خیر و متجاوز و بدگمان را. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. همان کسی که در کنار الله معبود دیگری قرار میداد او را در عذابی سخت بیفکنید. قال قرینه ربنا ما اطغیته ولكن كان في ضلال بعید. شیطان همنشینش میگوید پروردگارا من او را به طغیان نکشیدم ولی او خود در گمراهی بیپایانی بود. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعید. الله میفرماید در پیشگاه من ستیز نکنید که پیش از این به شما هشدار داده بودم. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبید. فرمان مجازات نزد من تغییر پذیر نیست و الله در کیفر و پاداش به بندگانش ستم نمی کند. یوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. روزی که به دوزخ میگوییم آیا از ستمگران انباشته شده ای؟ و او میگوید
آیا بیش از این هم هست؟ وأزلفت الجنة للمتقين غير بعید. در آن روز بهشت را برای پرهیزکاران پیش می‌آورند تا نعمتهایش را از نزدیک ببینند. هذا ما توعدون لكل اواب حفیظ. به آنان گفته می شود این همان پاداشی است که به شما وعده داده میشد که برای هر توبه کاری است که به سوی پروردگارش باز می‌گردد و پایبند به پیمان و احکام الهی است. من خشی الرحمن بالغیب و جاء بقلب منیب. همان کسی که در نهان از خشم الله رحمان می‌ترسد و با قلبی توبه‌کار به پیشگاهش باز می‌گردد. ادخلوها بسلام ذلك یوم الخلود. با سلامت به بهشت درآیید، این است روز جاودانگی. لهم ما یشاءون فیها ولدینا مزید. در آنجا هرچه بخواهند در اختیار دارند و حتی بیشتر از آن نیز در اختیار ماست. و کم اهلکنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشا فنقبوا فی البلاد هل من محیص. و چه بسیار امتهایی را که پیش از مشرکان مکه هلاک کردیم که آنان به مراتب از اینها قوی تر بودند. پس در گوشه و کنار شهرها جستجو کردند که ببینند آیا از عذاب و هلاکت برایشان هیچ پناه و گریزگاهی وجود دارد. این فی ذلک لذکرى لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. بیگمان در این سخن برای صاحب دلان یا کسانی که با حضور قلب به ندای توحید گوش فرا می‌دهند و هوشیارند اندرز است. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. ما آسمان ها و زمین و آنچه را که میان آنهاست در 6 روز آفریدیم و هرگز رنج و خستگی به ما نرسید. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ای پیامبر، در برابر سخنان مشرکان شکیبا باش و پیش از برآمدن آفتاب و قبل از فرو شدنش پروردگارت را به پاکی ستایش کن و نماز بگزار. و من اللیل فسبحه و ادبار السجود. و نیز در پاسی از شب و پس از هر نماز او را به پاکی ستایش کن. واستمع یوم ینادی المناد من مکان قریب. و ای پیامبر، آنگاه که منادی قیامت از مکانی نزدیک ندا می‌دهد گوش فرادار. یوم یسمعون الصیحة بالحق ذلك یوم الخروج. روزی که همگان بانگ صحناک رستاخیز را به حق میشنوند، آن روز روز خروج از گورهاست. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. ماییم که حیات میبخشیم و مرگ میدهیم و بازگشت همگان به سوی ماست. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. روزی که زمین از فراز آنان شکافته می شود، انسانها شتابان بیرون می آیند. این احضاری است که برای ما آسان است. نحن اعلم بما يقولون وما انت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعید. ما به آنچه کافران میگویند داناتریم
و تو ای پیامبر بر آنان مسلط نیستی که بخواهی آنان را به ایمان آوردن وادار کنی. پس کسی را که از عذاب و هشدار من میترسد به وسیله قرآن اندرز بده.